تقدیر است دوست. ما را چنان جدا کرد که در آمد است یک اویلد و من در خانه بپرستان ماند. همه خیل از هم جدا شده. روزی آخرین ات را دیدم آن روز بود. تنها این ماند. دیگه مویزه نکرد رفتم بود دیوان گرفتم. سالهای در روز این رو پنهان کردم. مبارکم اکا جان خواهر جان مبارکم اکا جان خواهرک من خواهر جانم خواهرم به تو خواهر جان من خودم تو اکا جانی من خواهرکم جان من اکا جان اکا جانی من من باور نمیکردم که تو را میابم. باورم نآمده ایستادم. خواهرکم برای چی نامی احمدت رو استفاده نمیبری؟ چی مگر نامت رو عوض کردی؟ نه نام دویوم من زیاد تو باید نداری خوب احمد زیاد من تو رو بسیار یاد کردم اکا جان. من تو رو بسیار یاد کردم اکا جان. من هم خواهر عزیزم اکا جانی من پلیس ها آمدند. عزت بالمولد. این ناکامی رو بینه. من اگر روزی می داشتم نامم رو روزی بگ نام می موندم. بیاید اینجا کمتر نشسته انتظار می شویم. بابا جون خدایا به او کمک کن. امک جان زهرا چرا بابایم ناگهان خل شدند؟ نمیدونم حاله شاید برای یکم چیز غمگین شده باشد. نمیدونم. زهرا به تو گفته ایستادم. با فکرم پدرم سکته دل شدن اما با قوت هستند پس سر میکنم. پدر بابایم در کجایند؟ در درون هستند دخترم. خواطر نشو صحت میشوند. با آقای اکرم ناگهان چی شدین خیلی؟ سلامتیشون خوب بود کو؟ بله در حقیقت سلامتی بابایم خوب بود. چرا ناگهان خل شدند من هم نفهمیدم. انشالله شفا مییابند. در حقیقت زهرا تو در ماشین بسیار پریشان شدی. مگر یگون چیزی هست که ما نمیدونیم؟ خیر تو
میدونستی اکا جون؟ از وقتی با محله آمدنم خیر چرا با من نگفتی؟ من 20 سال از این لحظه رو انتظار بودم، هر شب دعا میکردم. چرا نگفتی؟ چرا؟ به تو گوش کن، ندانم بسیار چیزها رو پرسیدن میخوری، همش رو میفهمم، اما التماس بگذار تو را آغوش گیرم. بیا خواهر عزیزی من، بگذار تا حسرتم رو دور کنم. روید آخی روید. ای شمایان در اینجا چی گم کردید؟ ای بلا زند. امک از برای من چنین شد. زهرا چی گفتن میخوای؟ از برای تو شد؟ کنی بگو چی شد؟ من غمگینش کردم، بسیار غمگین شد، من راحت جادم. زهرا این را خوب فهمان، آخر چی گفته ایستاده؟ چی شد؟ حاله بسیار فشارش نیار، نمیبینی زورا خودش ناتوب است. آقای اکرم ازدواج ساخته برپا کردنتان را فهمیدن ها؟ بله فهمیدن. ای آخر عاقبتش همین بود. شمع دروغگو تا خفتن در گیران است، آدم را از پا افتانده. ینگه خاموش شوید، خاموش شوید. چرا خاموش میشدم؟ در اصل تو خاموشم، همش از برای تو شد. تولی همه غمگین است، تو بر بالای این باز فشار میاری ها؟ البته که باز من فشار آوردم. بله من. مادر جان کمی خاموش شوید، خاموش شوید. با تو چی شد میلیس؟ آفرین فرود، آفرین. دخترت رو هم به خودت مانند کردی. مادر جان خاموش شوید، شما دیگر هیچ چیز رو نمیدانید. داموزیا در کجاست؟ در حقیقت در این وضعیت ناگوار آقای داماد عجب در کجا باشه؟ آقای اکرم همش را فهمیدن نه؟ با تو شیرینی های اینجا بسیار معقول بودن. شاید یک رفته دیدم باشه. مایلش شازر کنعان دیوانه بعد گرفته می آیم. بتول لبای رفتنمون لازم. با کجا؟ التماس سوال اکا نده، چی شد؟ بیا با من، زود رفتنمون لازم. رفتیم. اکا جان چی شده ایستاده است؟ باز چی قدری دیگر انتظار شوید؟ اکا با من فهمونید آخر چی شده ایستاده است؟ کنعان دیوانه اینجاست، رفتنمون لازم. اکا نمیفهمم این آدم از ما چی میخواد؟ چرا از ما میگریزه؟ خواهرکم التماس دارم شب مرا گوش کن، همش رو میفهمم. با من بیا. من رفتیم. مرا گوش کنید. اینو رفتم کنی بهت رفتیم. اینها کجا شدن؟ کجا رفتن؟ رفته همه جا را بینه، همه طرف رو جستجو کنه. ماشینشون نیست. اینها رفتن کو؟ کجا را نگاه میکنه؟ رفتیم زود از پسشون نشویم. رفتیم. زهرا اکنون خودت رو غمگین نکن، طفلت رو فکر کن. آقای آتیف احوال پدرم چه خیلی هستن؟ یگان جای ترس ندارد، خطر رو پسی سر کرد. حالا باشد وضعیتش خوب است. خدا شفای کامل کند. تشکر زیاد آقای دکتر. تمام زهرا جان، یگان جای غمگینی نبوده است. اکا چرا ما از آن آدم گریخته ایستاده ایم؟ بتول
این آن دیوانا گفتن آدم چی فکر میکند که او رو کالتاکلاس معیوب کرده است؟ فهمیدی؟ اگه تو رو باشد کالتاکلاس گفته فکر میکند از همین سبب ما رو پای برده ایستاده است. اما اکای من تو هستی. البته خواهرکم اکای تو منم، اما او دیوانه است. آخر چیکار کنم؟ خیر از من چی میخواهد؟ آن آخر تو رو به دست آورده کالتاکلاس رو دستگیر کردن است. از همین سبب از پس ماست، اما برای تو رو دزدیدنش قدر مشکل بودنش رو نمیداند. аҷабо боз магар хатари сактаи дилро пай сар кардани падарам дар назар аст. яъне маълум бемориашро медонед. در اصل با سکته دل علاقمندی ندارد. حتی آقای اکرم بیماری را پیشتر پسی سر کرده بود. чӣ? пай сар карда буд? бобоям тамоман сиҳат шуданд. маро гӯш кунед. имшаб агар хоҳари калтакеласро наёбед ку шуморо мекушам, ҳамаатонро мекушам. бале. چی؟ ба канони девона акаи ман будани калтакелосро он полис гуфт. پلیس؟ бале, як вақтҳо ман ба шӯъбаи полис рафта туро ҷустуҷӯ доштам, яъне туро меҷустам. дар он вақт ба ман гуфтанд ки акаи ту калтакелас аст. баъд бошад гуфтанд ки хато кардем. эҳтимоли зиёд ки ба канони девона ҳам айнан ҳаминро гуфтанд. яъне он одам ба ман беҳуда начаспидааст. ягон чиз ҳаст ки از پسی ما است، اما با اون درست بودن این کار رو باید گویم. هیچ فایده ندارد. آدم دیوانه است آخر. یعنی گپ رو نمیفهمد. احتمال در بین خطا بودنش رو باور نمیکند. یک احمق دیگر بود. او باشد کالتاکلاس رو میابم گفته خودش رو کشت. ها آنها پای برید گمشو نکنید. چی خیلی خیر؟ شما نگفته بودید که عمر آقای اکرم کم مانده است؟ در حقیقت هم وضعیتش بسیار جدی بود. نوباورته ناامیدی رفته بودیم که ناگهان در حال به طور زود به حالت صحت شوی گذشت. ما هم حیران شدیم. اما میدونید در حیات خیلی معجزه ها میشوند. یا خدایا توبه. به فکر من آقای اکرم از روی شما صحت شد. از روی من؟ خانم زهرا قرار اویل برپا کردن شما آقای اکرم رو بسیار خرسند کرده بود، چنان که به کورتش نمی‌گنجید. من شاهد آن لحظه ها هستم. احساس خرسندی میدونید داروی تمام بیماری ها میباشند. یعنی حالا بابایم تماما صحت شدند؟ بله، مانند یک داروی معجزه آور به بابایتان تاثیر کرده. نه نفهمیدم. آخر چرا صحت شدنشون رو به ما نگفتند؟ در اصل گفتند که به هیچ کس نگویم. چرا آخر؟ نمیدانم. شاید این را خودشان به شما گفتن خواستند یا که در یگان روز بسیار مهم به شما این را گفتنی بودند. خیر، چرا شما این رو به ما نگفتید؟ حالا این را هم نباید به شما گویم، اما چون حامله دار بودنی هر دویتان را فهمیدم، باز از یک طرف بسیار غمگین بودنتان را دیدم. بسیار غمگین آور است که سر آقای اکرم را مجبور فاش کردم. لابا زهرا، بابایم را به بیمارخانه بردیم. عاجلا اومدنتان لازم است. آقای اکرم خوب است؟ خوبند. مشکلی را پسی سر کردیم. مسئله دیگر است. بعد گپ میزنیم. چرا بعد گپ میزنیم زهرا؟ کنه بگو چی شده ایستاده است؟ همین که آمدید بعد گپ میزنیم. در حال بیایید. بله آماده ایستادم. بتول من باید به بیمارخانه روم. آقای اکرم حالش خوب نیست. اکا جون، من از اینجا به خونه میروم. تو بیرو، ینگه زور رو تنها نگذار. نه بتول، با یکونجا نمیروی. من حالات رو تنها گذاشتن نمیتوانم. یک جای هم میرویم. مایلش. ماشین رو کی رانده ایستاده است دیدی؟ به خدا اکا دیده نمیشود. نزدیکتر شدن لازم است. کنی کمتر نزدیک شو. چه گپ است؟ به خدا اکا قریب بود که زیر اتوبوس میموندیم. مرا گوش کن شرف. خوب گوش کن. اگر او را از دست دهی زیر اتوبوس یک طرف است، زیر ماشینی بارکش میپرتایم. همه‌تان را میکشم. پای ببر. هیچ کس برای واخوری با جماعت مانع نمی شود. اگر لازم باشد امشب در مسجد خواب میروم. سحری بر وقت با برادران مؤمنم ها میخورم. کیست در آنجا؟ اعوذ بالله من
الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم توبه استغفر الله داملای دیوانه؟ دیوانه تو هستی در اصل آن ریش سیاه دیوانه هست من امام حقیقی این مسجد هستم من امامم ولی فهمیدی؟ استادی مرا دیوانه نگوی تو دیوانه ای من به تو نشان نمیدم سلام علیکم سلام علیکم و علیکم السلام هنگامی از اینجا گذشتم به گوشم رپای شما رسید هیچی این داملای عظیمی داملای حقیقی این مسجد است شکری خدا نهایت در محله یک شخصی به من باور نکردگی برآمد خدا از تو راضی باشد برادر اکای جوهر این دیوانه است بی عقل است اهمیت ندهی حالا هم دیوانه بگویی آرام باشه داملا آخه پسرم تو داملای حقیقی بودن این داملازی ها رو از کجا میدونی مادام که داملای حقیقی هست چرا به کارهای ثوابی نکردگی تو مانع میشود آخه حالا ایست باز همش افشا می شود همه خوب نه دامولا به این هجری برادرمون از تقایش یک مقدار زمین میراث مانده است این پسر کاری ثواب و خیر کردن میخواهد آن دامولا باشد به این کار مانش ایستاده است یا توبه این را بینه اگر دامولای حقیقی می بود مگر دامولای حقیقی به این خیل کارهای ثواب مانع می شود برعکس باید تشویق کند همین خیل نه در دهانتان اصل دامولا چه خوش گفته دامولا اگر جایی ایست نداشته باشد من تنهایم این شب مهمان من شود شما رو مهمانداری کنم هم درباره زمین هجری برادرمان درباره کارهای خیر و ثوابی آن گپ میزنیم خدا نصیب کند بعد سحری آمده با جماعتتان ما میخوریم ندانم نمیدانم خوب میشود دامولا مرا نکنید یکی ناراحت نکنم دامولا استغفر الله بیایید رفتیم سحری هم یک تخم بیان میکنم رفتیم خوب نباشد میرویم حسیب چش از صبح من میشود راو خنوک است باز نمیره استغفر الله برادری من در این محله با یک آدمی با عقل رو برو نشدم باز یک تاش خودش رو داملا میگوید و یک داملای ساخته است یا خدایا هر دو اینها دیوانه بودند خدایا به حال آنها رحم میکن بتول خواهرکم این کن آن یک جاسوس دیوانه است فهمیدی اما من یگان راهش رو حل میکنم نترس اکا من در نزد تو از هیچ چیز نمیترسم خوب میلش کنی ایست من یک دختر رو بینم شاید اون دیوانه آمده است با من یاریده در نزدش که بود دیدی؟ با خدا اکا آنقدر خوب دیدن نتوانستم در حال به بیمارخانه در اومدن یعنی دیدن نتوانستم از چیز ندیدم از چیز تا اکا مگر من بوم هستم که در شبی همه چیز رو ببینم بابا نگر چشمانت را میکابم کفته میگیرم پلی پیش درا هیچگاه نیونال نامده است رفتیم نهایت دامادمان آمد بتول زهرا جان سلام علیکم خدا شفا دهد ما با خانم بتول در نزد در بخوردیم او در بیمارخانه یک بیمار داشته است به زیارت او آمده است تو خوب هستی؟ رحمت جانم بابا باید هم شفای کامل خواهونم رحمت بتل جان وضعیت آقای اکرم چطور است خوبند یعنی دکتر همین خیلی گفتن خدا را شکر بسیار خرسند شدم تشکر زیاد ما صحبت کردن میتوانیم؟ البته با اجازت البته با اجازت تو بتل جان البته بخیر است چی گپ شد دوملو وقتی فاتحه کردن ما بابایم همون وقت صحت شدند یعنی چی خیلی دکتر گفت که معجزه روی داده است یعنی با وسیله ازدواج ما بابایم صحت شده است این کار رو بی ازدواج ساخته با کار آمده اما من همه کارو برباد دادم از برای من باز و سکته دل شد کاش که همچون زاغ سیاه با تو رو برو نمیشدم زهرا در اصل همه کار را من برباد دادم بتول در این جاست خدا این اهل
اینجا چی میکوبندی؟ یا خدا چشمم در اینجا بوده است. خدا شفا دهد. تشکر. نمیدونم چیکار کنم. فکر چه خیلی صحت میشه. داملو زیاد؟ با خیر از داملو؟ نه یکون چیز نیست. یعنی آقای اکرم سخته دیر شده است اما این حال وضعیتش خوب است. های خدا شفا دهد داملو. خانم زهرا خدا شفا دهد. تشکر زیاد. داملو من یک بابایم رو خبر گیرم. برای در آمدن اجازت میدین؟ نمیمونند اما من در آنجا بودن میخواهم. مایلش من کمتر پس میارم. خدا شفا دهد. آقای کانون بخیر است؟ شما در اینجا چی کار دارید؟ داملو آیان نکنید. خواهری کلتکیلاز در اینجاست. در پسمان استاده است. چه یعنی خانم بتول؟ بله داملو آیان نکنید که میگریزد. آخر آقای کانون خفه نشوید چه علاقه دارد؟ یعنی خانم بتول خواهر کلتکیلاز نیست؟ مگر این خیل میشود داملو از پلیس فهمیدم آن شاگردی اون الهسکو لوینت او گفت. شما چرا گپی هر کار نااهده برا رو گوش میکنید؟ مگر این خیل میشود؟ من به شما یک چیز گویم. عیناً همین را آن با خانم بتول هم گفته است. دختر بیچاره از غمگینی میسوزد. از همین سبب به شما میگویم که راست نیست، معلوماتی نادرست است. این چه معلوماتی نادرست است؟ از کسی میخواهید پرسیدن گیرید. اگر خواهید رفت از کمیسر رونالد پرسید. چه خیلی که میدونید آن حریف حیاتش رو در جستجوی کلتکیلاز بخشیده است. عائله‌اش هم پراکنده شد. این چی خیل میشود داملو؟ ما او را از قهوه خانه چای نوشی پی بردیم. در برش یک آدم بود. انا چون به درون درآمد گم شد. بعد در وقتی در راه آمدنمان ماشین را دیدیم. در درونش آدمی بود که آن را میرون او را دیدن نتوانستیم اما بعد از آنجا در آمدن نابود شد. داملو او کلتکیلاز بود. شما این خیل گرد نزنید. خود را در نزد آدمان بد نکنید. من واقعا را از خانم بتول پرسیدم. یعنی من پیش از شما را دیدم گفتم که در اینجا چیکار داره. واقعا چنین است. یک بیمار خانم بتول از روش رفته است و او باشد راست به اینجا آمده است. آدمی در نزد خانم بتول دیده شما احتمال یگان خیش بیمار است. شما اون آدم را کلتکیلاز فکر کردید و خدا که بسیار یک گناه عظیم کردید. شما چی میگویید داملو؟ چه خیل گناه؟ با دهان خودتون گفتید. پیش بردیم. یک دختر جوان را این خیل ترساندن بسیار گناه عظیم است. آقای کانون از برای خدا این خیل نکنید. داملو اگر یگان گناه باشد آن گناه کلتکیلاسی بیشرف و لوینت است. با خدا که من گناهگار نیستم. من نمیدونم. دیگر این کار را نکنید. آقای کانون در آتش دوزخ مانند کنده میسوزید. های کلتکیلاز این دنیا هم را تیره کردی، آخرت هم را هم تیره میکنی. خدا زند تو را. داملو دعا کنید که خدا ما را ببخشد. نمیبخشد. آدمی را که با یک زن این خیل ظلم میکنه خدا هیچگاه نمیبخشد. خفه نشوید. این خیل نکنید داملو. اکنون چی میشود؟ با خدا که آقای کانون دیگر این خیل کار نمیکنه. والله و بالله دیگر نمیکنم داملو. خوب مایلش اینقدر بسیار داد و فریاد نکنیم. معلوم که اینجا بیمارخانه است. من هم به نزد زهرا میروم. با من اجازه داملو. مایلش تا بازدید. آواز این حریف اینقدر بلند است. کنی پیش در را. پیادر برون انتظار میشویم. شکر که این دفعه خلاص شدیم. اما چیکار کردن این کانون معلوم نیست. باید احتیاط باشیم. فهمیدیم؟ من یک پیش زهرا روم. کلتکیلاز یک تو را با دستارم کو زنده به زنده سوزانده به خلطه بار کرده تو را به آتش میپرتایم بیشرف. مرا معیوب کردنش بس نبود باز مرا گناهگار میکنده. من با شما گفتم کو با آن لوینتی احمق باور نکنید. اکه کانون با من یک اجازه دید. رفته اون لوینتی احمق را یک لطوکوب کنم. تو چه میگویی؟ چه میگویی؟ مگر پلیس رو لطوکوب میکنن؟ حریفی بفهمه؟ پیش درا.
خوش امره. شب خوش. بیناموس از رخسار خانم سلیم بوسه کرد. به شرف همیتون نمیرسیده در بین ما. گوشوتا میبرم. کمتر دیگر در نزدیک خانه سلیم نیستم. وی به شرف یک بار دیگر به در خانه سلیم بیاید بعد حالش را ببیند. بیامون سلیم از توی خیلی باوری نداشتم. ما را گوش کنید. ایستادن همه شما در اینجا لازم نیست. بگو چه خیلی باشد جوابش میدیم. امک این شب من در اینجا میمونم. در خانه مونده نمیتونم. پس دخترم حالی تو بیرا. ملیس تولین شما هم روید. نه امک جان من حالا نمیروم. اون آماده است. من با خانه میروم. من هم خانم بیتول رو با خانهش برده برمیگردم. نه من خودم میروم. در این شبی خودتون تنها نمیشود. من برده میرسم. برادر پروا نکن، من خانم رو به خانهش میبرم. ماشین آقای خلیل در من است. زود رفته میآیم. ای بچه گفتم میبرم. برادر میتوانی خودت بری؟ ماشین ما گاز نداره. بیاید میرویم خانم بیتول. من باید زود برگردم. خدا شفای کامل نصیب کنه. تشکر خیلی جون. سلامت باش. سلامت باشه اونا. ای بچه نغزی سوزی در کجا میگردی؟ میشه و شکرم. امک جان من یک بابایم رو بینم. مایلش. تو در اینجا چیکار میکنی ها؟ اونا سفسطه نگو. آقای شوقت راننده بابایم است خود. یکم کسی دیگر یافت نشد ها؟ نه یافت نشد. اونا این خیلی نگویی. سلامت باشد. با وسیله او رسو در وقتش رسیدیم. اونا اگر شوقت نمی بود بسیار دیر کردن ممکن بود. استغفرالله آقای فاروق میگوی همین خیلی؟ همین خیلی است. راست میگوی من نمی بودم بابی اکرم میمرد. هیچگاه شما رو غمگین نمیکنم. خواهرم اکا از تو هیچ جدا شدن نمیخواهم. خاموش. آخر به همین هم دیگر جدا نمیشویم. ما رو دیگر هیچ کس جدا کرده نمیتواند. چون خرسندم که سالها این رو انتظار بودم. بیتول گریه نکن. تمام مرا هم گریه میکنی آخر بس مالش است. تمام گریه نمیکنم دیگه. خوب بسیار چیز رو پرسیدن میخواهم. سالها این رو انتظار بودم. تو مرا چه خیلی افتی ها چه خیلی. خواهرکم از این پس وام میخوریم آخر پگو سحر هم یک جای میشویم بعد سوالات رو میپرسی. اکنون بیرم. خواهرک جانم اکنون بیرم. شب خوش. خانم سلین تو در اینجا چیکار میکنی؟ گفته مردک یک خواب دیدم خانم سلین. بخیر از چه خیلی خواب دیدی؟ یک خواب دیدم. من در خوابم شما را دیدم خواطر شدم. به سرتان یگان حادثه آمد از گفته خبرگیریتان آمدم.
خاطر نشو لوین جون. تو در اینجا بسیار انتظار نشو، خونت میخوری، بیمار میشوی. زود به خونت بیرم. مالش خانم سلیم میروم. بسیار یک روسته. این رو بینیده از این جوراو که بیمار میشوی. در این دقیقه ای خیلی عقل نیست که لیوین جان مرحمت خونه در یک پیله چای نوشید. ما هم در اصلت یک پیله چای شما نمردیم لیکن گپشا گفتیم. نه انیق ای با ما آدمی پدندلت میگرده. انیق خیلی سره دلم خونه کردی به خودم. استاد کمتر انتظار شوید. استاد یک سوال دارم. مرحمت بپرس. استاد با برج باور کردن جایزه است. بخیر از برجی تو چیست؟ نمیدونم استاد. برج من چی است؟ گوش کن، تو کی تولد شدی؟ ها استاد بیبیم نقل میکردن که در آمد نوروز من به دنیا. هجری پسرم، تاریخش رو بگو. 10 مارس استاد. تمام، برج تو هوت است. چه خیلی هوت استاد؟ آخر پسرم، برج تو هوت است. هوت. برج هوت چه خیلی برج است استاد؟ هجری یعنی برج هوت برج خوب است، صاف و تمیز است برای انسان. صاف گفته چی را در نظر داری؟ یعنی پسرم دلشون صاف است، یگان کاری بد نمیکنند، یعنی انسان های خوب است. فهمیدم استاد، خدا از شما راضی باشد. استاد برج شما چی است؟ خوشخوار. خوشخوار چه خیلی برج است؟ راستی هجری خوشخوار مثلا بلحوث است، از پشت زن و دختران بسیار میدود، خوردن رو بسیار دوست میدارد، علاوه بر این سیر و گشت رو نقل میبیند، یعنی تماما آزاد است. استاد شما زیناکار هستی؟ این چه خیلی سواله؟ من دامولایم. عذر میپرسم استاد، آخر گفتید برج خوشخوار دختر بازی میکنه. آن برای همه هجری با برج ها اونقدر هم باوری کردن در کار نیست. آن سیاره ها دیگر کار ندارن که اومده تقدیر ما را معلوم کنند. سیاره گفته اون چیزها را مینامند که در اطراف آفتاب تاب میخورند. این همه از روی خواست خدا است. شرح زیبا دادید استاد. استاد جان یک سوال دیگر معنی سرم رو ویران کردم. هجری این سوال کمتر دیگر معنی تو رو خراب کردن گیرد. من باید در حال روم، بابای خانم زهرا در بیمارخانه است. این روز جوابش میدین مالش. خدا شفا دهد استاد. سلامت باش پسرم. تا دیدم. یا توبه. بله با برج‌ها اونقدر باوری کردن لازم نیست. زهرا دومولا خوب هستی؟ وضعیت چه خیلی است؟ اما کارهایش را تمام کرده است. کمتر پس ما میبریم. آقای اکرم چه خیلی خوب است؟ خوب. برای تشخیص خون گرفته ایستاده بودن. من طاقت کرده نتوانسته برآمدم. بلا زندین نیلوفر از کجا پیدا شد؟ سعید چی شد دومولا؟ هیچ چیز نیم. سعید این تو هستی؟ ای به خدا که تو هستی. تو با چی کار برو مشغول هستی؟ این چه لباسی که ببر کرده ای؟ خانم شما با فکرم مرا با یگان کس مانند کرده. چه خیلی مانند کردم؟ من تو را خوب میشناسم. من نیلوفر مرا در یاد نداره؟ نه من شما را نمیشناسم. چه خیلی با خاطر بیارم آخر. عجایب کن. از این مرکز دلخوشی با مرکز دلخوشی رفته تمام این شهر رو به ما میخیزانده. اکنون چی شد؟ و نفقه بر اومدی؟ بخشش شما یک دیگر رو میشناسه؟ شناختن؟ اما با آنقدر نزدیک من میخیلی مهربانی من یک بار چنان میزده شده بود که با جای مرا بوسه کردن رفته محبوبه صاحب مرکز دلخوشی رو بوسه کرده بوده میدردی؟ خدا دومولا این زن چی گفته ایستاده است ها؟ چی دومولا؟ چه خیلی دومولا؟ های تو باز چی هیله کرده ایستاده ای؟ گوش کنید خانم، از راستی در بین یک خطاگی بزرگ از شما مرا در حقیقت با کسی مانند کرده ایستاده اید، اما هیچ گپ این خیلی میشود. ای خدای توبه، این مگر بی عقل شده عقلش رو گم کرده است. از همین سبب شما به بیمارخانه آمدید. ای من مرم. ای گوش کن، شرکتی ما با این بیمارخانه شرطنامه دارد. یعنی تو مرا گویا نشناخته ایستاده ای، اما یگان خواهش یگان احتیاج داشته باشی. من همه وقت در بری تویم. حاضر مرا رفیق خونم انتظارم. من از آنها میروم، اما تو هیچ نآمده ایستاده ای. قهری کردم. خطا بازید من تو رو انتظار بشوم. دومولا من هیچ
هیچ چیز رو نمیفهمم. خانم زهرا یگان جای فهمیدنش نیست. آخر معلوم که دختر بیچاره ناراحت شد. از نمادش معلوم که اونقدر حالش خوب نیست. به فکرم بیمار است. معلوم که به کسی مانم کرده است. البته جانم به کسی مانم کرده است. میبینیم من یک آقای اکرم رو بینم معلوم وقتی نماز است بعد دیر میمانم. اگر یک جای برایم دیر میمانم. مالش رفتیم. خوب است بابا جان؟ خوبم خیلی خوبم. یک بالشت دیگر بیارم؟ نه لازم نیست. خیلی براحتم. با شما گپ ندارم پدر جان. چرا صحت شدهتان رو به ما نگفتید؟ وقتش بیاد میفهمونم. حالا بچه ها اگر اجازه دید کمتر استراحت کنم. البته پدر جان البته. خدا شفای کامل دهد. استراحت با فراغت پدر جان. تو باز دید بابا جان. زهرا تو بیمون دخترم کمتر گپ زنیم. یعنی تو رو همچون کلتکیلس میدونم؟ نه شوکت همچون کلتکیلس دانستنش لازم نیست. اما کار رو برباد میدیم. خیر همچون کی میدونه؟ همچون داملوزیو. هیچ گم نه برادر. مهم اون است که خواهرت همش رو فهمید. برادر خوشبخترین آدمی روی دنیا منم. البته بعدی تو. شوکت دین شب تو رو به خونهشون بردم باور بکنم. جدا شدن بسیار مشکل بود. فکر کن آخرین باری که او رو دیده بودم خوردکک بود. زندگی پستی و بلندی داره برادر. دیگر هیچ چیز مهم نیست. مهم اون است که با خواهرت یک جا شدی برادر. این رو کی میشویی مخیم؟ بله همه خیلو به هیچ کسی این رو نگو شوکت. میدونی کن اون دیوانه باز اونال هم از پسی من هستن. میفهمی؟ تمام برادر پروا نکن. بیا رفتیم. وای کلتکیلس. زهرا من همش را میدانم. با داملازیا چرا آیله دار شدنت را همش را میدانم. زهرا داملازیا یگانه انسانی است که بعد از وفات کردنم باورش دارم. از برای با او آیله دار شدنت بسیار خرسند شدم. اما من میدانم که پیش از وفات کردنم از برای خرسند کردن من با او آیله دار شدی. همین طور نه؟ بابا جان در این باره حالا گپ نزنیم. میبینم در پیش سالهای بسیار خوب هستن. باز بینید صحت شدید. بیمار نیستم گفته از داملا زیاد جدا نمیشوی زورا ها؟ گوش کن اگر جدا شوی حالا باز این طفل را به پدر تولد میکنی. مرا زنده به زنده گور میکنی زورا. بابا جان این رو از کجا برآوردید؟ مگر این خیل می شود؟ ما البته که با داملازیا جدا نمی شویم. در گذشته آیله دار شدنت را بینم کفایه است میگفتم. اما چون خدا عمر عطا کند انسان دیگر چیزا هم میخواست است. حالا باشد این طفل را دیدن میخواهم زهرا. داملازیا را نرنجان دخترم. تو را در بالای دستش چون گوهرکی چشم نگاه می دارد. تو هم باید به قدر او برسی زهرا. از زاغ سیاه دور بشو. عقلت را کار فرما دخترم. خواطر نشوید بابا جان. آن موضوع پوشیده شد. حالا باشد شما آرام خواب کنید میلش. من شما رو بسیار دوست میدارم. من هم جانکی من را تو یک تای من هستی.
زهرا خوب هستی؟ خوبم خوب نیستم چی شد؟ بابایم همش رو فهمیده است چه خیلی آخه همه چیز رو گفته چی رو در نظر داری؟ مسئله ازدواجی ساخته رو؟ بله بار آخر خواهشش رو به جا آوردنمون رو آیله دار شدنمون رو فکر کرده است از همین سبب صحت شدنش رو از ما پنهان کرده است دامولو اگر بابایم فهمد محو می شود من هم محو می شوم از شما خواهش میکنم خاموش تمام گوش کنید خانم من با شما وعده دادم و وعده هم وفا میکنم خواطر نشوید شما رو در نیمه راه نمیگذارم تشکر زیاد مرحمت یک نامه آوردم با کی آمده است؟ دامولای مسجد و مسجد رفتم نبود خونه‌اش رو نشون دادم من باشم به اینجا آمدم خوب کردید من میگیرم تشکر زیاد در اینجا امضا میگذاشته البته تشکر زیاد روز بخیر روز بخیر این برای دامولا زیاد است کو از می بلوتش کیست؟ دامولا عزمی جون ایکرید بسم الله الرحمن الرحیم یا استغفر الله ازت داشت میگریزی یکی دیگرش از بشه نبرد نبرد راه گذارد بس از آخر نه آخر اما آدم نیست به فکرم همون است همون نیست یگان خطا شدگیست چه خیل شد و این خیل راست گرفتن دینا شب هم عجایب بود عجبا با این دختر چی شده باشه ای آخر تنها گپ زنم باورم می آید اما بر بالای این شوخی کرده استدن توبه کردم هیچ چیز رو نمیفهمم اما بین چشمانی مادرم با سیوه و سوی موست خیلان ها هم چی کنن با این خیل گپ زنی ما عادت نکردن داخل بله از سبب اون که تو دوی ما با من زید می برامده حالا بسیار در حیرت موندن من هیچ از نظر جدا شدن نمیخوام اما رفتنم لازم است در بیمارخانه بیماران انتظارن میرو خواهرم آخر من در اینجا اما التماس به یگون جا نرو میلش بیتول آخر با کجا هم میرفتم 5 وقت در مسجدم اکنون میرو میلش تا بازدید تا بازدید مادر جان من میروم بخیر است چی بخیر است یعنی با دامولازی و ستاره هایتون آنقدر موافق نبودند از همین سبب میپرسم جانم هیچ یعنی من با اون درباره یک مسئله دینی صحبت کردم سلامت باشد که به من خوب فهموندن همین خیلی خیر تا بازدید جانم خیلی من از پس کار میشه رفتم یا خدایا توبه آخر برادران مومنی عزیزم گوش کنید دامولای این مسجد امام آن منم آخر بله دامولای مسجد این پس هستن هجری می آید و این طرف می آید دامولا این چی می آید من آن مسئله زمین مردم یعنی دامولای دیرونای کو دامولا زیاد گفته چی گپ باشه؟ استغفر الله خدایا توبه برادران آن زیایی ساخته کار باور نکنید یک دقیقه هیچ خیلی گپ زنه ای مردک ما نمیگذاریم که دامولای ما رو تحقیر کنن من میگویم که امام این مسجد منم چرا باور نمیکنید تمام آرام شو باور میکنیم تو هستی باور میکنیم هم برادران بله باور بیاد من باور نمیکنم این دیوانه است به عقل است به عقل فهم داخل آخر هجری چرا نمیفهمی ها؟ دیوانه ساخته کار دامولای حقیقی منم میگویم با شما چرا اینو نمیفهمید جماعت گوش کنید دامولای حقیقی این مسجد منم من عزمی بلوغ هستم عزمی بلوغ گفت؟ چی خیلی؟ آخر امکی از می بلود امام این مسجد دامولا زیا است در پایان محله یک مسجد دیگر از با اونجا رفته امامی کنید میگویم این دیوانه است شما باور نمیکنید
چرا از اینجا روم؟ کجا روم؟ اینجا جای من است، این مسجدی من است میگویم. ای تمام باز آرام شو. اینقدر بسیار گفتی دامونایم باور کردم آدمان کارو بردارن و تو هم از پس کارو بارد شو. یا خدا توبه، کاری من و جای کاری من اینجاست. ولی اینجاست. ای خدایا توبه. وای مگر مسجد جای کار است؟ باز دامونای حقی هم میگویی. بمبر به همه روز تواری آدم هم. بس منده نروم، من مفتیات نروم. میبینید از بالای همتان شکایت مینویسم، از بالای دامولای ساخته اتان هم. از پیشم دو شده برادرم بود که مثلا این زاغ بیامونه دو شده حالا ببینید که من داشتیم چکار ببخشید از شما یک چیز رو پرسم منش؟ یادم آوردم ولی انا اکنون با یادم آوردم انا وای شوهر شما هست. او دامولای ساخته وای ساخته کار است. دامولای این مسجد نیست، دامولای این مسجد منم. دامولای حقیقی منم. از می بلوط هستم. حالا با مفتیات رفته از بالای او شکایت میکنن. حالا میبیند روزش رو میبیند، اما تون روزتون رو میبیند. دامولای حقیقی مسجد منم. از می بلوط هستم. زهرا سلام. سلام. چی گپ است؟ هیچ گپ نیست. تو خوبی؟ خوب. این نامه به شما آمده است. خدای توبه این چی باشه؟ عزمی بلود اون دیوانه‌ای که در این جای ها میگرده. تمام من با او میرسانم. تشکر زیاد. همین خیر؟ خوب من روم نباشد. محلش تو بودی. تو بازدید. لبه بیتو اکا اگر به یکو جو رفتم خواهم تو با من میایی؟ خواهر جانم با کجایی که خواهی میرویم. خوب مایلش اکا جان. مایلش. ای دامولای ساخته از بالای تو یک با مفتیات شکایت کنم بعد میفهمی که دامولای ساخته بودن چی بوده است. لیوین خانم سلین تو در اینجا چیکار کرده ایستاده ای؟ هیچ گپ نه گلار افتاده دیستم یکم پرابلم بود. لیوین تو خوب هستی؟ خانم سلین خوبی نازی سازی گوشک جان حاضرش در خطی یکم بچه گشتم بگی پول ندارم پول کشید بعد گپ میزن. تو چی گفته ایستاده ای لیوین؟ میگوین که هیچ خبر هیچ وقت فراموش نمیکنن. قطعی سمرود با یک جا شده این خانم سلین مبارک شود. من یکم پرابلم ندارم. گفتای مردک لیوین پروا نداره که قطعی کی میگرده. لیوین خیلی چی خبر تو چی ها میگویی؟ در این زمان دخترها با چند بچه میگردن از این مودا شده است. خانم سلین شما هم خدم زمان باشید. و سمرود پول داره لیکن لیوین خودش کیه؟ هیچ کی. لیوین دیوانه میشم به خدا. مردک واردین در آشخانه چی خوردین خانم سلین؟ تمام من یکم کار ندارم با این کارم. من در رو فهمیدم. گفتم اونم که با هیچ خبرت به امریکا میره به هر دوی شما رای سفر. من چرا این گپ ها رو میگویم؟ لیوین خودش کی است؟ هیچ کی. به خدا که دیوانه میشم. بله دوست داشته پیشینم برگشت دوباره یک جا شدنم اون رو تکلیف کرد اما رد کردم. تمام راحت شدی. این رو قبول کردن نمیتونم. به عقل من راست نمیآید. خیر شما خیلی قرار دادید از دست من چی میآید؟ آخر لیوین خودش کیه؟ ای بس است اکنون بس قبول نکردم. فهمیدی به هیچ کجا نمیروم. در همین جا میمونم. فهمیدی؟ نمیروید. آخر این رو چرا پیشتر به من نگفتید خانم سلین؟ چقدر خوب. یک دقیقه چرا تکلیفیان آدمی بدرو رو قبول نکردید؟ سببش بسیار مهم است. گفته اون مردک از برای لیمیتی خشور سیمرادی بدرو رو پرتفتی. تو یگون دخل ندارد لیوین جان. مگر او را از برای من نپرتفتید خانم سلین؟
یعنی حسیات‌های کنم رو علاقه حس نمیکنم. فهمیدم که همش تمام شده است. از همین سبب تکراراً رد کردم. یعنی این با تو یگان ارتباط ندارد. اما من نمیفهمم چرا این رو تو به خودت میگیری؟ من هیچ گپ نی. سلام مادر. سلام پدرم. میدانم که از من برای اینقدر وقت نآمدنم رنجیده، اما من آمد نمیتوانستم خواهرم رو نیافتم. با حضور شما آمدن نخواستم، اما بینید در آخر رو یافتم. امانت شما اکنون در من است. با شما وعده میدهم با عوضی چیزی نباشد اکنون از وی هیچ وقت جدا نمیشم. اکنون شما براحت در اینجا خواب کرده میتوان. باز مانند گذشته دایم یک جایم میشویم. من از شما خانم سلین عذر بسیار میپرسم. یعنی خانم سلین، من با شما اظهار محبت کردنم را گفتم. شما با من همچون دوست رفتار میکنید، لیکن من شما را همین قدر دوست میدارم سلین. همین قدر دوست میدارم که روزی که نبینمت حقم خاک میشم. شاعر راست میگه، محبت رازی ماهی باید تمام که از آبش برون آری بمیره. خانم سلین، آن ماهی بیرونی آب من هستم. شما برای من آب هستید. لوین، من خانم سلین گوش کنید. خواستم با دلتون درایم، اما در دلتون پوشیده بود. اگر کشوده میشد به اجازت شما میدر آمدم و این گلها رو بر دلتون هدیه میکردم. گل دادم به سلین. لوین جا در گپش نیست. تشکر زیاد، بسیار زیبا است. گل قیمت خریده میتوانستم، اما آن گل دسته های قیمت رو که توفه میکنن زود قاق میشود. گل رو آوردم که اگر نگاه و بینش کنید هیچ قاق نمیشود. کمتر آوش میریزه، ریشش که ترشید هیچ وقت قاق نمیشود. شعله‌ی آفتاب اگر برسش رنگ شما میشکفه. نام این گلو نمیدانم، میتوانید نام این گلو لوین بذارید. لوین، میگویم که خانم سلین گوش کنید. اگر شما ما رو ببخشید، من چه حسیاتی که نسبت شما دارم همه آن را در قلبم گور میکنم. با شما مثل دوست رفتار میکنم سلین جان، نه که مثل عاشق دیوانه مجنون. وعده میدیم مثل دوست با شما رفتار میکنم. از این پس عاشقی تمام. خیر اگر گوید که نه لوین، دوستی هم با من در کار نیست، به خدا میرم جای کار. یک پلیس دختری نو آمده با او دوستی میکنم. مایلش اگر نخواهد من میروم، مرا دیگر اصلا نخواهید دید. لوین، خواهش میکنم یک بار مرا گوش کن. لطفاً. میدونم چی گفتنت رو میدونم، شما رو بسیار رنجاندم، اما اگر با من یک امکانیت دید مرا بسیار خرسند میکنید. لوین، آخر مرا یک دقیقه گوش کن. من
دوست داشته شما شده نمیتوانم. پس اجازه دید اصلا من دوستی خوبتان شوم خانم سیلی. لوین خواهش میکنم یک بار مرا گوش بکن. میگویم که یک جای خوراک نیستی روزی بخوریم ها؟ مالش خانم سیلی، تخمین کرده بودم. قرارتان این است. مدام مرا دیگر دیدن نمیخواهید، پس من هم خیلی که وعده دادم دیگر با شما هرگز روبرو نخواهم شد خانم سیلی. آشو شوه. لوین ایست با کجا میروی؟ مرا شنیدی؟ یک جای خوراک نیستی روزی خوره میگویم. یک دقیقه شما چی گفتید؟ یک جای خوراک نیستی با من؟ بله یک جای خوراک نیستی روزی خوریم تو و من، اما این دفعه سفسطه گویی نکن. آرامانه رو برو در یگان مکانی خوش خوراک خوره میگویم. رو برو یک جای خوراک بخوریم با من؟ این را شما گفتید من نگفتم. یک جای رو برو خوراک میخورم. خانم سیلی زبان شما چه میگوید؟ سیلی جمعی لوین برابر خوراک نیستی روزی. ایوا باز همون آدم. بیا ما رو ندیده از اینجا دور رویم. رفتیم. مایلش بچه خاله لوین قد سیلی خوراک نیستی روزی میروند. لوین تبخه تو چی کار میکنی ها؟ دختر خاله در قد صدقه. همه چیزشو میپرتوید. همومم رو استفاده میکنم. این چی باشد؟ کنی بینم اینجا چی نوشته باشد؟ به عالم ابدی ره سپارستم. آن روز بسیار نزدیک است. آیسته آیسته خونم از گردش باز مانده ایستاده است. این بیماری نعمت بی‌بهای است از جانب خداوند به من. پیش از به عالم ابدی رفتنم اولا از گناه پاک می شوم. با عنایت خدا مرگ آن طور دهشت آور نیست که ما و شما می پنداریم. یا خدا توبه سیاه می مرد. نباید این خیر شود. چنین نمی شود. مرا ببخشید خانم زهره، با فکرم شما را بسیار انتظار کناندم. حمامتان را استفاده کردم. این چه خیلی گپ؟ هیچ گپ ندارد. استفاده کنید استفاده کنید. دائما استفاده کنید. زهره تو خوب هستی؟ من خوبم شکر خدا. شما چه خیلی؟ من هم خوب هستم. اوه خوب باشید ماشاءالله. بعد از بیمارخانه این چی شدن؟ عجب و نسبت من حسیات و جواز شد. انیق خوب هست همین طور. خوبم زهره، راست گپ خوبم. خوب خوب من با مسجد میروم. معلوم وقت نماز شد باز در نمانم. نمی شود. نمی شود؟ می شود. بسیاری بدکار میکنید که میگویم یک به تعطیل روید. به تعطیل؟ با مسجد باید روم. آخر من رو انتظارم. با اجازه مالش من رفتم. احتیاط شوید. تشکر. سالی بزرگ رو پسی سر کردم. نسبتی همسرم یک شوهری خوب، نسبتی فرزندانم پدر خوب و نسبتی جماعتم به امام خوب شدن حرکت کردم. الکی وقتی به نزد خدا برگشتن رسیده است و مثل گفته حضرت یونس از بطن مادر به دنیا آمدیم، از بازار کفن خریدیم رفتیم به مزار. دمروزی اویلدار بوده است.
فرزند داشته از پدر بوده است؟ نه جانم، 70 سال اونقدر هم جوان نیست. این دملازیو نیست. یک بار چون مایزده شده بود که با جای مرا بوسه کردن رفته محبوبه صاحب مرکزی دلخوشی را بوسه کرده بوده می‌دانید. آخر دملای این مسجد دملازیو است. عزم بلوتش کیست؟ داملای حقیقی این مسجد منم عزم بلوت هستم. این نامه به شما آمده است. خدای تعالی این چیست؟ عزمی بلود. تو کیستی دملازیو؟ کیستی؟